8 مارس روز بزرگداشت دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان مبارک. این روز یادآور حقوق اساسی زنان، برابری جنسیتی، حقوق باروری و مبارزه با خشونت علیه زنان است. اما نکته اینجاست، چه کسی باید برای برابری حقوق قدم بردارد؟ تا ما زنان گام برنداریم، هیچ کس دلش برای برابری حقوق و برابری جنسیتی نسوخته. ما نیک می‌دانیم که نباید بنشینیم تا دیگران دست به کاری زنند که غصه سرآید. از خودمان شروع کنیم. اگر خانه من، خانه تو، خانه او و خانواده ما رشد کنند و به آگاهی برسند، موج بیداری همه جامعه را فرا می‌گیرد. ما نیک می‌دانیم که رسیدن هنر گام زمان است. مسیر آگاهی و رشد و رسیدن به برابری مسیر یک شبه و یک ساله نیست. یک مسیر فرهنگی است که باید طی شود. اما همه ما مسئولیم. از امروز یادمان باشد هر جا تعارف‌های پوشالی مثل لیدیز فرست، جهاندخت، شاهدخت، شیرزن یا این چنینی گفتند، دست رد به سینه این تعارف‌ها بزنیم. ما زنیم. زن و مرد در آفرینش یکسانند. ما زیر بار این تعارف‌ها نمی‌رویم، اما حقوق اساسیمان را مطالبه می‌کنیم. 8 مارس روز جهانی زن مبارک.